درونی بهشت. اینا برادر، اینا بوارکه حلاوت میده. اینا خوش به حالتون، خوش به حالتون، خوش به حالتون. کم فارسی را میدونستی؟ اینا برادرای عزیز، ها؟ او میمونانای درختوران این وقت چیندن شای مقصد این هم جو تیتو پریشون وقتی مشکل نیست؟ اینا برادرو باز همین برادرو اجازت گرفتیم گفت همین باغ در اختیار شما بدرین سیر گشت کنید. اینو ما شما دا نشون میتونم باغ خرما. بسم الله الرحمن الرحیم. چی بده اینجا؟ مرغوی. او ایجاد مرغوی رو بی با قدرت خدا این خرما رو بی. این یاشه چیندگی در روی زمین. این مرغوی رو بی. در اینجا او نیست مرغوی. البته او هست که مرغوی او جان. ها؟ او میمونانای درختوران این وقت چیندن شای مقصد این هم جو تیتو پریشون وقتی باغ چیندن شای مقصد ایره بینید. اینا بالاش پیش ما رفته است بیاین. پیش ما رفته است بیاین. تو آفتاب زده بشین بشی یا که بیا تماشا کنی بیا. اینا برادرها این درونه ای قوی شدی. جنگل اینجا حوض او میشه یا دا او میموندن. اینجا میمونن طرز خرماچینی هم نیست و آنها نشان میدهد که ستکه‌ها میکشن که همون خرما در زمین نیفتن. یعنی در اون ستکه‌ها اگر هم پختن غلطیدن همون ستکه‌ها رو پایان میفرارن، همه خرما رو جمع میکنن تازه و آزاده یگون که زبان ضرر نمیرساند و ان شاء الله جمعشون میکنن برای فروش. بهترین جا. بهترین ما یارو دیدم هم باشه این خرما رو. اینا برادرها خداتون بینید. اینا او موندگی اینجا او میموندن. اینا مقصد وقتی پختن شای اوش خوک کردن درنی باغ. اینا برادرای عزیز شکرانه پروردگار میگیم که یار ما رو نصیب گرداند که این ما اومدیم. این هم یک ریزوگی پروردگار همین سخن میکنیم نمیگم که مشکل نیست، میگه مشکل نیست، مرحبا میگه. اینا باور میکنه صاحبش در اختیار مونده ده. اینا خودشون خیلی چیندگی این چین خاموش خیلی ها اونجا علاقه چینگن میگه ما برای خنده میمونیم که اون کس میگه ما گفتیم ان شاء الله اینا صورت هم بگیریم. باغ برای خمون کردن که بخیر صورت بگیم اورا. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا کجا میره زیرین؟ دوستان عزیز درونی باغ یانگر سه باستراف کنه درونی بهشت. اینا برادر اینا بوارکه حلاوت میده. اینا دستش چون اینا خوش به حالتون، خوش به حالتون، خوش به حالتون، خوش به حالتون. اینا همه مادرها و پدرها در این طرف همه ورد چیندن خرما جدا نخی میچینن نخی میمونن اصلا میره بالا نخی میبرن میارن در اینجا کشون میکنن میچینی میخیر. اینا برادرها درونی باغ خرما. اینا برادرها اینا با اینجا زینه پویا داشتن. اینا دیدن زینه پویا رو بیا یک بار اینا با هم زینه پویا اینا اینجا میکنین زینه پویا رو میبروی. اینا یک بار بالا برم بالا سیام که کنم برای شما. چی گفتیم برادرای من؟ همین من نمیبرم نه قیچی میکنم نه مونتاژ میکنم. همین خیر میبرم هم بالا سیام که میکنم بنوار میگیرم برای شما. بسم الله الله اکبر. یعنی تو میبروی یا بسم الله چی بگید. اینا برادرها ختم بینی. اینا ای بالاش بنوار میگیرم. اینا دوستان عزیز خشرو میبسته اینا پیش مونده. اینا درد همه جمع شما میغلطیدن خشون میغلطیدن اتوماتیک. و در آخر همینجا برنامه ما بود کنم میگم مخصوص برای شما خواهش کردم که مرا همین درنی باغ اجازت بدین من بنوار میگیرم. گفتم همه میدونستین گفتن مرحبا مشکل نیست گفتن کم فارسی را میدونستین. اینا برادرای عزیز در تاریخ خرما اینا خدا نگهبان همه در کجای باشه نباشه خداوند نگهبانتون باشه زنده باشه. باور که چشم آدم سر نمیشه وقتی که چیزی را که نو میبینی به قول رسول اینترست نی ماده اینترست نه خیلی چیزا کسی ده اینترست های مرامت تماشا کنه کسی ده اینترست نیست هیچ نمیگیم. خدا نگهبان. انا دوستان عزیز باور که اینجا اومدیم این حلاوت میبره. ایره بی
اینا بیچشیم بخره مشکل نیست اینا برادرو خدا نگهبانتون باشه وقتی خیلی ملایمه خیلی خوب شکران برادر خب باور کنید خونه هزار رحمت میگیم همین شرکتی حج سنتر با اینا در درون باغ آورد همه جاش گردون با اینا آشمون ضیافت کرده برای اینا بله دیدی بله شکران برادر شکران این شوفیور مناه هاي ابدو انده فيديو زنده باشه اینه برادر هزار رحمت شرکتی حج سنتر هزار رحمت مینا برای نان و نمک مینا سربلند خانواده باشید